در این قسمت از برنامه شما رو با خواص سنگ فیروزه آشنا میکنم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. ممنونم از همراهی شما دوستای نازنین. اولین خواص سنگ فیروزه ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم می باشد. فیروزه یکی از اولین سنگ‌هایی است که به دلیل رنگش استخراج شد. رنگ آن بسته به میزان آهن و مس موجود در ترکیب از آبی آسمانی تا سبز متغیر است. فیروزه سنگی بسیار پیچیده و وسواسی است، چرا که برای تشکیل آن باید نوع مناسب مواد معدنی در مکانی مناسب به مدتی بسیار طولانی بماند. مصریان فیروزه را سنگ زندگی نامیدند. قدیمی ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده چارگردنبند است که در دستان جسد مومیایی ملکه یافت شده است. او در حدود 5500 سال پیش قبل از میلاد بر مصر فرمانروایی کرده است. فیروزه در طبس از احترام زیادی برخوردار بوده و در تمام دوران زندگی شخص همراهش میشد. به عنوان پول رایج و سنگی با ارزش داد و ستد می شده که حتی از طلا هم گرانبهاتر بوده است. درجه سختی فیروزه 6 است و ساختار کریستالی 3 شیب دارد. مس عامل اصلی شروع فرآیند تشکیل فیروزه است. فعل و انفعالات گرمایی ناشی از ماگماهای داغ آتشفشانی هنگام حرکت به سطح زمین فلدسپات‌های مجاور آنها را تجزیه کرده و آلومینیوم آزاد می کند. اسید فسفوریکی که از آپاتیت‌ها می‌گذرد فسفر مورد نیاز واکنش را فراهم می‌کند. منظور از آپاتیت‌ها سنگ‌هایی است که معمولاً نزدیک معادن مس یافت نمی‌شوند. سفره‌های آب زیرزمینی نیز بایستی با مدت میلیون‌ها سال زیر سنگ‌های میزبان فیروزه باشند. در حین اینکه زمین جابجا شده، کوه‌ها افراشته می‌شوند و دریاها شکل گرفتند و ناپدید شدند. این مخازن مس، آلومینیوم و فسفر باید تحت فشار باقی می‌ماندند تا کاملا خشک شوند. تقریباً تمامی فیروزه‌ها در نواحی آتشفشانی یافت می‌شوند و بهترین نوع این سنگ جواهر در نزدیکی سطح زمین قرار دارد. این سنگ باید کاملا خشک شود تا استحکام داشته باشد. معدن فیروزه که در عمق بیشتر قرار دارند به دلیل اسیدی که ذرات آبی زیرزمینی تولید می‌کنند نرم می‌شوند. یکی از استثناها معدن کوهستان لون در نواده آمریکاست که غنی‌ترین معدن فیروزه است. سنگ فیروزه در سراسر دنیا یافت می‌شود و تاریخچه آن به عنوان سنگی معنوی به 7500 سال پیش باز می‌گردد. فیروزه ایرانی یکی از بهترین فیروزه‌های دنیاست و معادن فیروزه در ایران جزو اولین معادن این سنگ به شمار می‌رود. چین، آمریکای شمالی و جنوبی، عربستان سعودی و تبت نیز دیگر منابع آن هستند. ویرجینیا معدن یکی از نادرترین انواع فیروزه است که کریستال‌های منشوری شکل دارد. فیروزه سنگ قدرت است، به عنوان ابزار مدیتیشن به پاکسازی ذهن شما کمک کرده و شما را پذیرای همه چیزهای موجود در کائنات می‌کند. مومیان آمریکا معتقد بودند این سنگ شخص سوار به اسب را محافظت می‌کند و به طور کلی از چشم بد محفوظ می‌دارد. آن را سنگ آسمانی یا سنگ بهشت می‌نامیدند و معتقد بودند این سنگ پلی معنوی بین دنیای مادی و غیر مادی می‌سازد و توانایی روانبینی قدرتمندی به دارنده‌اش می‌دهد. پاک کردن مراکز انرژی بدن اسیری، پاکسازی ذهن، نماد سخاوت، صداقت و محبت در جادوها و طلسمات عشق و محبت استفاده می شود. پرس عظیم 10 برابر حوادث و بلایا. جهت گشایش امور و رفع مشکلات بسیار کاربرد دارد.
مرسی که تا انتهای ویدیو همراه بودید. ممنونم از همراهی شما دوستای نازنینم.